سلام، رویا نصیری هستم، کارشناس بورس. امروز میخوایم در مورد معاملات الگوریتمی صحبت کنیم. معاملات الگوریتمی به معاملاتی گفته میشه که با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌هایی از پیش تعریف شده انجام میگیرن، بدون اینکه دخالت انسانی به شکل مستقیم در لحظه تصمیم گیری وجود داشته باشه. این الگوریتم‌ها قادرن در صدم ثانیه ده‌ها یا حتی صدها معامله رو بررسی، شناسایی و اجرا کنند. این نوع معاملات در بورس‌های پیشرفته دنیا بسیار رایجه و در بازار بورس ایران هم به شکل محدودتر اما مؤثر و قابل مشاهده در برخی نمادها وجود داره. سرعت بالا در اجرای دستورات خرید و فروش، حجم سازی و بازی با سفارشات، سفارشچینی‌های ساختگی برای گمراه کردن بازار، رفتار تکرار شونده و ریتمدار، الگوهای قابل شناسایی با چشم دقیق و تحلیل داده، حذف سریع سفارشات، سفارشی ثبت میشه، تأثیر روانی میگذاره و سپس حذف میشه. معاملات خرد پرتعداد پشت سر هم برای پنهان کردن ورود یا خروج سرمایه درشت. اینا از ویژگی‌های معاملات الگوریتمیه. بسیاری از بازیگرهای بازار در بورس ایران از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که معمولاً برای اهداف خاصی طراحی شدن. تثبیت قیمت در محدوده خاص، ساختن صف خرید یا صف فروش، ایجاد واهمه یا اشتیاق روانی در معامله‌گران خرد، پوشاندن خروج‌های بزرگ با معاملات ریز. اینا استراتژی رفتارشناسی با الگوریتم‌ها تو بورس ایرانه. حالا چطور این رفتارها رو شناسایی کنیم؟ اولیش بررسی سفارشات پرتعداد و سریعه. وقتی در تابلوی معاملات می‌بینی که در بازه زمانی 30 ثانیه 20 تا سفارش 100 سهمی زده میشه و همه در یک قیمت مشخصی هستن، نشونه الگوریتمه. دومیش کندل بدون حرکت ولی با حجم زیاده. اگه قیمت درجا میزنه ولی حجم معاملات سنگینه و کندل بدنه کوچیک ولی سایه‌های بلندی داره، یعنی معاملات الگوریتمی در حال تثبیت قیمتن. سومی مقایسه قیمت پایانی با آخرین معامله است. اگه قیمت پایانی پایین‌تر از آخرین معامله باشه، ممکنه الگوریتم در حال تزریق هیجان کاذب باشه. فیلتر نویسی برای شناسایی تکرار حجم خاص. این فیلتر رو توی کپشن براتون میذارم. اگر دوست داشتید میتونید توی سایت دیستمسی ازش استفاده بکنید. تعداد معاملات بالا با حجم بیشتر از میانگین رو بهتون نشون میده. برای مثال نماد شپنا ساعت 10:45 ناگهان حجم معاملاتش زیاد میشه، اما قیمت فقط 0.5% رشد کرده. تعداد معاملات خرد زیاد، هر کدوم هم کمتر از 500 سهم. نتیجه اینه الگوریتم داره آروم آروم سهم جمع میکنه و بدون اینکه تریدرهای معمولی متوجه بشن. اگه دقت نکنی این ورودها رو نمیبینی و فرصت رشد سهم از دست میدی. حالا چطور از خودمون در برابر این الگوریتم‌ها محافظت کنیم؟ اولیش اینه که هیجانی معامله نکنیم، چون الگوریتم‌ها دقیقاً برای تحریک احساسات طراحی شدن. دو اینکه به کندل‌ها اعتماد محض نداشته باشیم. پشت هر کندل باید داده معاملاتی باشه، نه فقط ظاهر فریبنده. از فیلترهای هوشمند استفاده کن، مثل بررسی قدرت خریدار حقیقی و تفاوتش با فروشنده که تو سامانه‌های معاملاتی معمولاً قابل رؤیتن. استراتژی مشخصی داشته باش با نقاط ورود، حد ضرر و تارگت تعریف شده. و پنجمی واکنش محور باش، نه پیش داوری محور. فقط وقتی تایید گرفتی وارد شو، نه با حدس و گمان. و در دنیای معاملات الگوریتمی ندانستن اینکه پشت بازار چه کسی نشسته میتونه پرهزینه ترین اشتباه باشه. اما نمونه‌هایی در این زمینه هم کم نداریم. مثلا نمادهای مشکوک به معاملات الگوریتمی در ایران یکی 60 است. مثلا طبق بعضی گزارش‌ها این نماد در نیمه دوم معاملات به روز خاص با حجم بالا بدون تحریک قیمتی قابل توجه الگوی کلاسیک معاملات الگوریتمی را نشون داده. یا فارس و خودرو در این نمادها هم در بازه‌های خاصی مشاهده شده که حجم سنگینی ثبت شده اما قیمت به طور هماهنگ تغییری نکرده. این نشونه رفتار الگوریتم محوره. یا نماد سایپا مشابه گروه قبلی الگوی حجم بالا و تثبیت قیمت در زمان کوتاه روی این نماد دیده شده. نماد بانک ملت این نماد هم در محدوده‌های از روز با افزایش حجم ناگهانی اما نوسان قیمتی اندک مشکوک به اجرای الگوریتم بازارساز یا معاملات ساختگی بوده.
حجم بالا بدون رشد قیمت، افزایش قابل توجه در حجم معاملات معمولاً با نوسان یا پایان اصلاح همراهه، ولی در این موارد قیمت ثابت یا با نوسان ناچیزی باقی مونده. هماهنگی رفتار بازارگردان الگوریتم. این نوع رفتار معمولاً نشون دهنده برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری سهم یا تثبیت قیمت توسط نهادهای دارای دسترسی الگوریتمیه. اینها دلایل اینن که چرا این نوع الگوها مشکوک میشن. مخالفت با معاملات الگوریتمی بسته به نحوه اجرا میتونه رفتار بازار رو هدایت یا فریب بده. پیشنهادم برای شما اینه که در تایم‌های حجم سازی بدون رشد قیمت بسیار محتاط باش و منتظر تاییدیه‌های بیشتر مثل سرانه خرید قوی یا شکستن مقاومت تکنیکالی بمون. اگه در نمادهایی مثل موارد بالا حجم مشکوک دیدی، وارد معامله نشو مگر اینکه سایر استراتژی‌ها تایید کنن. ممنونم که تا اینجا با من بودید. اگه نظر یا پیشنهادی دارید خوشحال میشم که تو کامنت ها با من در میون بذارید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.